درود بر عاشقان ماشین، درود بر تو که روی این ویدیو کلیک کردی. خیلی خوش اومدید برعکس تیفم، میکسر بکس، یا اگر جدیدی دارید منو میبینید. توی این ویدیو ما تیر لیست داریم که دارید الان میبینید، از عالی، خوب، متوسط، بد و افتضاح و یوتیوبرای سبک ریسینگ و ماشینی. میخوایم با هم مقایسه کنیم، ببینیم کی عالیه، کی افتضاحه، کی متوسط، همه اینا رو بررسی کنیم خیلی بی‌طرفانه. خب برعکس، اولش قبل از اینکه بریم تو داستان، من باید چند تا توضیح بهتون بدم. اینکه اکثر کسایی که توی این لیست همه رفیقای منن، دوستای منن، و اونایی هم که رفیقای من نیستن، دوستای من نیستن رو میشناسم، ویدیوهاشون رو دیدم. ما فقط در مورد محتوا اینجا صحبت میکنیم، در مورد شخص خاصی نمیگیم آقا این شخص فلانه، این شخص بیساره. ما میگیم آقا محتوای این شخص فلانه، محتوای این شخص بیساره، حالا عالیه، بد، هر چی که هست. توی این ویدیو خیلی منطقی و علمی میایم بررسی میکنیم، ببینیم که ببینیم به کجا میرسیم. دوستان من اول از عمو احسان اکسان 2 شروع میکنیم. همونجوری که میبینید اینم از عکس گوگلیش. احسان رفیق خوب من، واقعا این بشر من دوست دارم. چطوری عمو احسان؟ خداست. حالا ببینیم که محتواش هم خدایه. ببین من میخوام مقایسه کنم با بقیه رقبا، با خودم، با خارج، با اینها. محتوای احسان با توجه به سبکی که داره صاف میره تو خوب. عالی نیست، دروغ چرا، متوسط و بدم نیست، خوبه. محتوایی که خاص خودشه در مورد یوروتراک 2 و واقعا این بازی رو حرفه‌ای بلده، ویدیوها واقعا تمیز در رابطه با موضوع خودش. بریم یه سر به چنلش هم بزنیم. این از چنل عمو احسان بزرگ و جالب و این چیزشو عوض کرده. چنل آرتشو چه باحال شده. نگاه کن، عکست خیلی باحاله. دارید میبینید دیگه بچه‌ها، اکثر ویدیوها کامیونیه و توی ویدیوهای کامیونی واقعا این بشر گاده. بریم پاپیولرش هم چک بکنیم. به 9 ماه پیش 16 کی. آخ اینجا حاجی ریش میذاری، نگاه کن عکس خدای عمو احسان، ریش بذار خیلی جذاب میشه. خدایی به سنت هم میاد. ببخشید. خیلی بچه گلیه، واقعا بچه گلیه. و تو ویدیوهای کامیونی اصلا هیچ کی، یعنی من بخوام الان ویدیو رو تراک بذارم که یه دونم گذاشتم، 1/3 این بشرم ویدیو نمیخوام، چون نه بلدم این بازی رو، نه تجربه دارم، نه هیچی. این آدم توی بازی کامیونی خداست و باید همین سبک رو نگه داره. انشالله ویدیوهای واقعا کلا ریسینگ و کامیونیتی ریسینگ و ماشین بازی و کامیون بیاد بالا، که ویدیوهای عمو احسان مخصوصا اواخرش که یه ذره اومده پایین و نمیدونم چرا حقش نیست، بره بالاتر. این از عمو احسان گل. خب ماهان امتی رو شاید خیلیاتون نشناسین، شاید خیلیاتون هم بشناسین. یکی از قدیمی های ریسینگ، واقعا خیلی اون موقع خوب بود. الان کسی فعالیت نمیکنه. اول قبل از اینکه به چنلش نمره بدیم، بریم تو چنلش چرخ بزنیم. نگاه کن آخرین ویدیو مال 7 ماه پیش 2K، یعنی با 14 کی چنل داره 2K، 1.800، 3K، حالا این 6K باز خوبه. کلا رو رنج 1-2K میگره چون فعالیتش کمه. از 3 سال پیش فعال بوده، سنگین ویدیوها، خدا دست فرمونش هم خوبه، با فرمونم شروع کرده و ویدیوهای واقعا گاد. نکن 33K، 22K. این ویدیوشو من دیده بودم، با همین ویدیو آشنا شده بودم باش. سلطان رنو 17K ویو خورده. اینا خیلی خوبه. اگر همینو نگه می‌داشت خیلی بهتر میشد. الان محتواش اصلا محتوایی نمیسازه واقعا، و محتوای اواخرش هم همین تست تصادف و اینا بود که دیگه واقعا خیلی بازم خسته شده. من خودم 1-2 پارت ازش گذاشتم، پارسال دیگه نذاشتم. یعنی اگه الان بخوام بذارم واقعا خزبازیه به نظر من. محتواش افتضاح نیست ولی بده دیگه. اگه ماها هم داره این ویدیو رو میبینه دیگه باید قوی دوباره شروع کنی. فکر کنم مثلا دیگه نمیخواد فعالیت کنه. 7 ماه پیش اون یکی ویدیوش 9 ماه پیش کلا دیگه تعطیل شده. محتوات الان بده ماهان جون، دروغ چرا. یونس رفیق احسان، من باش در ارتباط نبودم. تنها کسایی که من باشون در ارتباط نبودم همین مان امتی بوده با یونس هم چنلشو تازه زده، یه سال خورده ایه و ویوهاش واقعا خوبه. ناکن 122K، 100K، 86K. من با این ویدیو باش آشنا شده بودم، فرار از پلیس با تویوتا سردار سوختکش. 15K ساب، خیلی رشد سنگینی داشته. ببین یونس دست فرمونش خیلی خوبه، ویدیوهاش همه با فرمونه و دست فرمونش واقعا خوبه. ویدیوهاش هم خوبه. ببین قبلا بهتر بود، چند ماه پیش بهتر بود، یه خورده دیگه الان داره تکراری میشه. یعنی هنوز یا مسیر مرگباره، یا لایکشیه، یا فرار از دست پلیسه. یعنی چند تا کاتگوری که همش هموناست. به نظرم داره تکراری میشه و دلیل اینکه بازدیداشم فجیعی نیست در حد چند ماه پیش به نظرم همینه. مثلا دیگه وقتی چنلی که اینقدر ویو میگیره دیگه یهو بیاد 5K 3K ویو بخوره، به نظرم خیلی براش کمه دیگه. زیر 10K نباید ویو بخوره. ولی الان داریم میبینیم که 4K 5K 4K یه خورده به نظر من اومده پایین. حالا باز خودش تو چنل خودش بهتر میدونه، من از دور دارم نگاه میکنم، دارم نظر میدم. یه خورده به نظرم دیگه داره تکراری میشه این داستان، ولی خیلی خوب ویو میگیره. یعنی
ویدیوهای بیمنجیش واقعا داره خوب ویو میگیره. در هر صورت محتواش به نظرم اول عالی بود، الان محتواش خوبه، واقعا خوبه، پیش عمو احسان قرار میگیره و امیدوارم هر جا که هست یونس جان موفق باشه. شاید باشه یک کلاب هم زدیم. دوست دارید بچه‌ها؟ اگه دوست دارید با عمو یونس یه کلاب بزنیم تو کامنت بنویسید. اوه عمو گیم میکسر دیگه یه جورایی سلطان سبک ریسینگ، قدیمی سبک ریسینگ. نگاه کن اولدست هم بزنم 6 سال پیش، نگاه قشنگ با این قیافه زیبای جذابش از 6 سال پیش. خدا آساجی قیافه رو نکن، واقعا جذاب. از 6 سال پیش داره فعالیت میکنه و گاده. پاپیولرش رو بزنیم 119 کی 62 کی و خیلی عجیبه. نکن من همیشه چنل یونس بر من خیلی مشکوک بود، این که نکن عمو صدر 6 سال داره فعالیت میکنه، 34 کا ساب داره، ویدیوها بی‌ناموسی با کیفیت از نظر صدا، ادیت، تصویر، نور، بک‌گراند، همه چی. ولی ویوها رو نکن، ویوهای یونس از این بیشتره. خیلی عجیبه. 35 کا ساب داره، اون 15 کا ساب. 6 سال قدمت چنل، اون 1 سال. اون کوالیتی هم نداره ویدیوهای یونس در مقابل گیم میکسر، اصلا حرفی برای گفتن نداره. نمیدونم چه جوریه، داستان چیه، شما اگه میدونید به من بگید. در هر صورت ویدیوها عالی مثل پرتغالی. خب بریم لست تستش هم ببینیم. اینجا موتور خریده بود. بذار یه تیکه خنده‌دارشو براتون بذارم. اینجا من خیلی خندیدم. استفاده کردیم برای کلیک به با علی رکسا موتور روندیم. زهر مار. عاشق این بچه‌ها، قیافه رو نگاه کن، بی‌نظیر این انسان. حالا در مورد محتواش، ببین محتواش که خیلی به نظر من افت کرده، با اینکه در کل خوبه ولی به نظر من خیلی افت کرده. کیفیت ویدیوها افزایش پیدا کرده. تامنیلا رو نگاه کن، تامنیلا عالیه، سبک خاص خودش، ادیتورش واقعا داره از جون و دل مایه میذاره، ادیت خود ویدیوها عالیه، اصلا کیفیت کار عالیه. ولی موضوع انتخاب ضبط یه خورده به نظر من داره تکراری میشه. یعنی کلا عمو صدرا الان داره 2 کار میکنه تو فورزا، حداقل داره 2 کار میکنه. یکی یا بررسی ماشینه یا بتل رویال. بتل رویال که اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم، عمو صدرا بسه واقعا، بت دیگه کافیه واقعا. 185 پارت گذاشته و بررسی ماشین که آخرش هنوز ندیدم، هوندا NSX، بعد دوباره جواز بررسی ماشین استون مارتین، بعد دوباره بتل رویال، بعد دوباره بررسی ماشین دیگه. بهت بگم باز بتل رویال. میبینی بیشتر بررسی ماشین بتل رویال. اینجا که داشت بیمنجی میذاش دوست داشتم، اینجا داشت از اون تکراری بودن در میومد. نکن دیلی آپدم بود، شروع کرد مایکروسافت فلایت سیمیلیتور بذاره و بعدش شروع کرد بیمنجی هم بذاره، این دیوار بتونی، و بعد یک سری بازی متفرقه هم گذاشت. شغل اول من مکانیکیه، بعد بازم بیمنجی، این فکر کنم بیمنجیه دیگه. آره بیمنجیه. اینجا داشت خیلی خوب پیش میرفت. اینجا هم که نید فور اسپید 2012 رو گذاشت، البته یه پارت قبلش هم گذاشته بود. من اینجا خیلی خوشم میومد. الان باز اونو استاپ کرده، دوباره برگشته به بتل رویال و بررسی ماشین. ویواش هم افت کرده جدیدن، نمیدونم چرا. واسه همین یه خورده داره تکراری میشه و باید یه خورده به خودش بجنبه. محتوا خوبه، توی خوبا حالا همه رو بررسی میکنه. محتوا خوبه، یعنی هیچکس عالی نیست، اصلا عالی وجود نداره به نظر من. میام حالا بررسی میکنیم، بازم میرسیم. خب میریم به سوی داونشیفت. عمو علی هم من خیلی دوست دارم، رفیق خوبم، واقعا تلاش میکنه. بریم اول از اولدستش نگاه کنیم. اول که یوتیوب انگلیسی بود، فورزا 4 خیلی هم باحال بود. بعدش دیگه شروع کرد یه سری ویدیوهای متفرقه، بعدش اومد تو کامیونیتی فارسی، فورزا هورایزن 5 اومد دیگه، کارش گرفت دیگه. زودتر از من فورزا رو شروع کرد. من فورزا رو الان 1 سال خورده شروع کردم، 2-3 سال پیش شروع کرد فورزا رو. پاپیولراش رو نگاه کنیم، پاپیولرش همین 2 ماه پیش بوده دیگه، فکر کنم همتون دیدید. از ما تحت مبارکه آورد و یهو 25 کا ویو خورد، شبیه ساز مایکروسافت خودش هم پشماش ریخت واقعا. و دیگه بعدش 23 کا 15 کا 13 12 خوبه، ولی اصلا لایق این ویو نیست. باید 10 برابر باشه. اصلا کلا یوتیوب گیمینگ کلا داره خیلی کم ویو میگیره، چه برسه ریسینگ خیلی کمه. یعنی واقعا برای ویدیو زحمت کشیده میشه. هیچ کدوم از ویدیوها نباید زیر 15 20 کا باشه. به خدا همین ویدیوها رو نسخه خارجیش برید ببینید، میلیونی ویو داره، 800 کا، 1 میلیون، 2 میلیون. بعد ما اینجا داریم خودمون رو جر میدیم برای حالا اندازه خوباشه 10 15 کا بنده خدا ویو خورده. بقیه ویدیوها که نکو همین اواخر رو نکو 1600 تا 1100 تا 1900 تا 1700، اینا خیلی کم. حالا وضعیت چنل من بدتره، وضعیت چنل من از عمو علی بدتره. خلاصه من یه روز پیش 1300 تا، واقعا خیلی کم. یعنی من نمیفهمم، یعنی پس این همه آدم که دارن یوتیوب نگاه میکنن کجان؟ یعنی اینقدر ما عشق ماشین کم داریم. کامیونیتی خیلی کوچیکه، ما خیلی داریم کمک میکنیم کامیونیتی رو بزرگ کنیم، ولی داره درجا میزنه. ببینیم حالا تا چند ماه چند سال دیگه چی میشه. عمو علی محتواهاش خوبه،
واقعا داره زحمت میکشه. من ویدیوشو دوست دارم. این ویدیوش هم خیلی ویدیو خوبیه. اولین نفر تو کامیونیتی من خودم ویدیوشو ساختم، در مورد فقط اطلاعیه اخبار بود. اومدم گفتم فورزا هورایزن 5 داره میاد تو پلی‌استیشن 5. اما علی کار قشنگتر از من کرد. اومد ویدیو آموزشی گذاشت که آقا هر کسی که نمیدونه باید فورزا رو چه جوری شروع کنه، چه ماشینی بخره، بخش داستانش چه جوریه، چیکار باید بکنه، چیکار نکنه، همه اینا رو اومد آموزش داد و واقعا ویدیو خوبیه. حالا این ویدیو خوب ویو خورد 6300 تا، به نظرم باید بیشتر هم ویو بخوره. این ویدیو اسکوید گیم حتما برید ببینید، با هم دیگه ضبط کردیم. خیلی خوبه، خیلی خنده داره. سم 1100 تا ویو، 1100 تا ویو این ویدیو به این خوبی. تامنیل نگاه کن، همه چی اوکی، ولی 1100 تا ویو چرا آقا؟ اما علی خوبه. خب میرسیم به خودم، عمو طهمورث کبیر. عمو طهمورث کبیر رو دارید میبینید اینجا که بنده خدا سر 7000 تا ساب گیر کرده، پس ساب کنید بشیم 10000 تا. بریم پاپیولرا که من که میگم وضعم خیلی بدتره. نگاه کن فقط 2 تا آموزش پولدار شدنه که 22 تا 18 کا با عمو صدرا. واقعا ویدیوی با کیفیت خوبی بود. تامنیل، ادیت، خود واقعا خنده دار و خفن. اگه ندیدی و نمیدونستیم ما کلاب زدیم برید ببینید. کلابای بیشترم تو راهه و این گیم پلی که همه چی از این شروع شد. یعنی ویو خوب من 11 که گیم پلی فورزا 2 سال خورده پیش. بعد دیگه همینجوری میاد و میره و آنباکسینگ ایکس باکس و فورزا 5 با چالش سمی شما که دیگه حالا کاری نداریم. عمو طهمورث ببین، من بخوام جدی نمیخوام، هیچ کی نمیگه ماست من ترشه، ولی من میگم من الان افتضاحم. همین الان خودم میذارم تو افتضاح، ولی من عالی بودم. ویدیوهای عجیب و غریبی ساختم واقعا تو فورزا که کسی فکرش هم نمیکرد. جدا همین مثلا اسپورتیان یا بازسازی توتو سوپرا خیلی خفن بود. عجیب و غریب ترین ماشین های فورزا که 3 پارت ازش ساختم، ماشین هایی که تو زندگیتون ندیدید. بعد آموزش ساخت همون ماشین ها رو گذاشتم. اینا رو هیچکی تو کامیونیتی این کارو نکرده بود، هنوزم نکرده. فورزا هورایزن 5 با چالش های سمی شما که یه پلی لیست واقعا خاطره انگیز و تاریخی بود. ترکون، واقعا ترکون. هر کدوم از ویدیوهاش 500 تا 700 تا کامنت داره. بهترین ماشین های فورزا هورایزن 5. آموزش بیلد درگ، این خیلی ویدیو گادیه، یعنی بهترین درگر میشید فقط و فقط با این ویدیو. اینجا هم زدم تو خط بیمنجی، خود منم تقریب و گریز و اینا گذاشتم، یه کوچولو جواب داد ولی دیگه بالاتر نرفت. ویدیو هم واقعا خنده داره. ویدیوهای بیمنجی بچا انقدر خنده داره پاره میشید از خنده. دوباره چالش های سمی. آخ اینجا فورزا هورایزن 5 ولی تو ایران این ویدیویی واقعا پروداکشن شده است. 10 نوع راننده تو فورزا، 10 نوع دریفتر تو فورزا. هیچکی به اندازه من توی فورزا زحمت نکشید و موضوعات عجیب و غریب. چالش‌های شما با تویوتا سوپرا، اونم محمد خبرنگاره. اصلا یه سناریوهایی، یعنی واقعا فیلم سینمایی بودن به خدا. گرونترین ماشین‌های فورزا، نمیدونم ارزون‌ترین ماشین‌های فورزا، چالش با کن‌ترین ماشین. حاجی این ویدیو سمه، واقعا سم خالصه. مخزنی با سوپرا، وای یادش بخیر حاجی. کمیاب‌ترین ماشین های فورزا. ببین من چند تا کاتگوری داشتم که واقعا نمونهش نیست تو فورزا، یعنی اصلا به غیر از شأن من تو شأن خارجی هم پیدا نمی‌کنی. یکی کاتگوری چالش های سمی شما تو فورزا، واقعا خداست همیشه ادامهش میدم، عاشقشم. چالشی هم داشتی بنویس میرم. یکی کمیاب ترین ماشین های فورزا است که چند تا پورت ازش دارم، هم شورتس هم بلند. یکی دیگه لیگ ماشین هاست، یه پلی لیست دارم الان، پلی لیستم بهتون نشون میدم. لیگ ماشین ها که با یوتیوبرها هم هست، همشون با یوتیوبراست و ماشین ها رو در مقابل هم مقایسه کردیم، یعنی کاری که یوتیوبر خارجی هم نکردن. یکی دیگه هم چالش باه، کلا سبک چالش با رو من آوردم. چالش با مثلا سمی ترین ماشین، چالش با ماشین مامان بزرگم تو فورزا، چالش با کن ترین ماشین، چالش با سنگین ترین ماشین، چالش با سمی ترین ماشین. میبینی اینجوری. و این ویدیو حاجی شغلای مختلف تو فورزا یکی از بهترین ویدیوهای یوتیوب فارسی به نظر من. خیلی خنده داره. وقتتون بخیر. امیدوارم که جلساتون خوب پیش رفته باشه قربان. بلک نبود. بریم همون رستوران همیشگی دیگه قربان، درسته؟ بله لطفا سریعتر. روی چشمم. کار می‌کنی ایگو؟ دارم میرم قربان، دارم سمت رستوران حرکت میکنم. نشنید چی گفتم مثل اینکه؟ قربان من حرفی نزدم اصلا. چرا اینجوری رانندگی میکنی مگه خری؟ لطفا سریعتر. نه قربان تو دردسر میافتیم، لطفا از من نخواهید. آقای عزیز مگه خری؟ میگم لطفا تندتر برو دیگه. قربان خب نمیشه، خطرناکه. ایوون دیگه چیکار کنم؟ چرا؟ درست بود. چرا اینجوری میری؟ خر احمق، من به تو پول نمیدم. چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ کثافت احمق. درست برو میگم. حق تو نیست. این حق تو نیست. به خودت بیا. مثل که شما حقته. چته ایوون؟ بابا درست اخراجت میکنم. ببین من برسم مقصد اخراجت میکنم. با تو هم ایوون. هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
دیگه تموم وای، شد. یادش تحقیق بخیر. کردن من تموم شد. ببین اخراجت میکنم، شکایت یادش میکنم، بخیر. میکشمت، اعدامت میکنم. ایوون یواش برو. وای 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 راننده خیلی خوب بود آجی. این ویدیو رو حتما برید ببینید، خیلی باحاله. یه کاتگوری دیگه دارم که سریع ترین ماشین های فورزا کدومن، بهترین ماشین های درگ کدومن، بهترین ماشین های آفرود کدومن، بهترین ماشین های دریفت کدومن، بهترین ماشین های ریس کدومن و آموزش ساخت هر کدومشون. یعنی ببین انقدر من ویدیو دارم، باید یعنی 1 سال باید زمان فقط بذاری بعد ویدیو منو ببینی. و این ویدیو حاجی مستند حیات وحش، تو نمیدونی این ویدیو چقدر خنده داره، تو نمیدونی. اگر ندیدی برو ببین. من به عنوان یک خروس میخوام بهشون نه میخوام باهاشون جفتگیری کنم. فاک. این ویدیو فوق العاده پروداکشنش قویه، خیلی خوبه، برید ببینید. نکن 2400 تا ویو فقط. این حداقل 24K میارزه ولی 2400 تا. من دیگه باید خداحافظی کنم کلا از یوتیوب، باید کنسل کنم خودمو. انقدر ویو هم کمه. بیا کوچکترین ماشین در مقابل بزرگترین ماشین. فورزا هورایزن 5 ولی هم من آوردم. فورزا هورایزن 5 ولی هر بار که تصادف کنم ماشینم بدتر میشه. فورزا 5 ولی هر بار که تصادف کنم ماشین 100 اسب خود قوی تر میشه. یکی دیگه هم دارم، فورزا هورایزن 5 ولی هر بار که تصادف کنم باید ماشینمو بفروشم. اینم دارم. 3-4 تا دارم ازش. اینم هیچ کی تا حالا نساخته بود. آدم بزرگسال در مقابل بچه سال. وای این خیلی ویدیو خوبیه، خیلی بمبه. بچه سال. وای خدا مامانم بالاخره این بازی رو برام خرید. 3 ماه دارم براش خواب میبینم. آرزوی این بازی داشتم. امروز بهترین روز زندگیمه. بزرگ سال. $60 پول این بازی رو دادم. امیدوارم بازی خوبی باشه. 6 ماه اضافه وقت کار کردم، هر روز نیمرو خوردم تا بتونم این بازی رو بخرم. باید بازی خوبی باشه. خیلی ویدیو خفنیه. 2000 تا ویو. اینا قشنگ 2300 تا 23000 تا میارزه. من نمیدونم چنل من ایراد داره، نمیفهمم واقعا. خلاصه عمو تمورس آن تاپ بود. آن تاپ. انقدر ویوهاش کم شد، انقدر انگیزش از دست داد که واقعا به نظرم میخورده خودش از دست داده. نکن تو مثلا همین اسکودیو گذاشتم 500 تا ویو. یه ویدیو وارزون فوق العاده با کیفیت خوب گذاشتم 500 تا ویو. دیگه واقعا وضعیت عمو تمورس بدتر از چیزی که فکر میکنید. این واقعیه. الان به نظر من عمو تمورس باید نه عالیه نه خوبه. واقعا خیلی خوبه هنوزم، ولی من خودمو توی خوبا مجبورم قرار بدم. عالی نیستم الان عالی نیستم چون عالی بودم. همون عالیان باید 20 تا 30 تا ویو میخورد ولی نخورد. این بود از تیر لیست، این بود از بدبختی‌های خودم. الان همه شدن خوب، فقط یه نفر بنده خدا مانمتی بد. حالا این تیر لیست رو بخوام واقعا رتبه بندی کنیم، بازم به نظرم ویدیوهای خودم باز بهترینه. یعنی به همین اواخرم باز کار عجیب و غریب کردم، بازسازی کلا سبک بازسازی. یکی دیگه هم داشتم که فورزا هورایزن 5 ولی باید همه قوانین رو رعایت کنم. باز چالش‌های سمی، اسپین انداختن. الان سبک یه پلیلیست خاطره بازی رو انداختم. این بازم جدی عالیم، به خدا عالیم، ولی نه خوب. تو خوبا واقعا بهترینم. بعدش بیشک عمو صدرا، بعدش داون شیفت، بعدش یونس، بعدش عمو احسان. الان واسه من جر میداد. نه خوبا همه خوبن دیگه. من همینجوری رندوم حالا میذارم ولش کن دایی. برید اینا رو ببین آقا، برید ببینید ویدیوهای هممونو. ببین بچا واقعا سبک ریسینگ رو باید بیشتر ما جا بندازیم. الان ویدیوهای من، ویدیوهای عمو احسان و عمو علی داون شیفت حقش نیست. یعنی هممون به نظرم باید بالای 10K 15K 20K ویو بخوریم. مثلا ویدیوهای قدیمی من که حتی واقعا 50K 100K هم ارزش رو داره، انقدر موضوع خاصه. یه چرتکه ساده فقط کافیه بندازید دیگه. برید ویدیوها رو مقایسه کنید و حتی با خارجی‌ها چه موضوعی انتخاب میشه، چه خلاقیتایی پشتش بوده. من واقعا ساعت‌ها توی دفترم موضوع می‌نوشتم، راجعش فکر می‌کردم، سناریو می‌نوشتم، ویدیو ضبط می‌کردم برای 2000 تا ویو. این خیلی واقعا به روحیه آدم برمیخوره. نیاید بگید چرا ویدیو گذاشتی که وضعیت عمو تمورس بدتر چیزی که فکر می‌کنید. واقعا وضعیت چنلم بدتر از چیزی که فکرشو می‌کنید. اصلا حقم این نیست. حق داون شیفت هم نیست، حق دکسان هم نیست. همین. امیدوارم که وضعیت یوتیوب درست بشه، ویوها افزایش پیدا کنه. نظر شما راجع به این رتبه بندی چیه؟ حتما تو کامنت بنویسید. خیلی خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. بوست به اون کله زیباتون و تا ویدیوی بعد. من دیگه واقعا باید ادیتور منو بهتر کنه دیگه. با این وضعیت ویوهای آشغالم باید منو بهتر کنه. یه عذابی نازل کن ادیتور. تا ویدیوی بعد. بدرود.